در اینترنت ویدیوی نوی رید نیروهای مسلح عمان در یک مسجد در کنار مسکو نشر شد. گفته می شود که این رید روز 14 ایول سال 2023 وقت نماز جمعه در مسجد شهر دشرزینسکی واقع در شهر مسکو در کنار شهر کاتلنیکی صورت گرفته است. روز 7 ایول باز هم در وقت نماز جمعه چنین رید عمان در مسجد کاتلنیکی صورت گرفته بود. در ویدیو دیده می شود که نیروهای عمان سلاح در دست و کاسک در سر وارد مسجد شده با کفش‌های چرکین خود بالای قالین‌هایی که مردم بالای آنها نماز می‌خوانند بی‌ادبانه قدم می‌زنند و هر نفری را که به این بی‌ادبی آنها اعتراض می‌کند می‌زنند، ولی مسلمانان به آنها گردن ندادند و در نهایت مجبور کردند که از مسجد برآیند. اول کفش‌های خود را از پای بکشند و تن و بعد برای خود دوام دهند. شهرک کاتلنیکی از میان ماه مای اینک 2 ماه باز به میدان ریدهای دائمی عمان تبدیل یافته است. این ریدها در پی مراجعت ساکنان محلی به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با شکایت از افزایش شماره مهاجران به خصوص تاجیک‌ها در کاتلنیکی بود. آنها از جمله خواستار بستن مسجد شدند که مهاجران برای ادای نماز خود در یک گوشه یک بنای عبدالقبته برای خود درست کردند. ساکنان می گفتند که در اینجا تا 1000 نفر برای نماز جمع می شوند و آنها برای گذشتن ماشین‌های خود جا نمی یابند. چند روز پیش در پی رید نوبتی عمان که روز 7 ایول نیز وقت نماز جمعه صورت گرفت، گروهی از نمازگزاران مسجد کاتلنیکی نیز به ولادیمیر پوتین مراجعت کرده خواستند که پیش روی قانون شکنی و تحقیر مسلمانان از سوی عمان را بگیرند. مسلمانان کاتلنیکی گفتند که چنین رفتار کارمندان عمان بر رضایت در جامعه و صلح و آرامی بین دین‌های گوناگون در روسیه ضربه سنگین میزنند. اما پلیس در حسابات خود تاکید کرده است که در جریان این رید در کاتلنیکی حدود 70 نفر برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت بازداشت کرده شدند.